سلام، من کوروش صمیمی هستم از کانال گوشی پلاس. اومدم با یک ویدیو از ترفندهای جالب و شگفت انگیز گوشی. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. حتما از کانال من سابسکرایب کنیم تا از ویدیوهای بعدی من مطلع شین. دوستان دارم بریم سراغ ویدیو. دوستان امروز میخوام آموزش کامل چت جی پی تی رو بدون آموزش بدم که چه کاربردی داره اینا. و حالا میره برای شما وقتی که نصب میشه برای نصب بشم از فروشگاه پلی یا مارکت اینا میتونید نصب کنید. خب برای نیو چت چت جدیدی بسازین کافیه فقط روی این بزنید نیو چت بزنید و گزینه لایبرری اینم هر عکسی که درست کردیم تو لایبرری میره. و دو تا چیز که من درست کردم برنامه‌ریزی درخواست شده و هر چی که درست میکنیدم میاد این گوشه. البته قبل از اینکه درست کنیم مثلا عکس درست کنیم بعد حتما حساب کاربری داشته باشیم. خب من مثلا یکی از پروژه‌مو آوردم، گفتم بهش که لطفا یک والیپر بساز. بعد گفته حتما فقط بگو چه سبکی یا موضوعی دوست داری. مثلا شما طرفا بازی مثل بازی‌های ویدیویی میخوان، فانتزی میخوان یا این. و میگه اینکه چه ابعادی میخوای. مثلا من برای گوشی میخواستم، برای موبایل که نه 1920 در 1080 میخواستم و گفتم کوه دریاب باشه و واقعا طبیعی نشون بده و برای موبایل میخواستم. و اینکه این از خب دوستان آموزش به پایان رسید. حتما کانال من دنبال کنید تا از ویدیوهای بعدی من مطلع شید. دوستتون دارم تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.